سلام به همراهان عزیز نئوپرشیا. امروز میخوایم به 30 سال آینده سفر کنیم و ببینیم ارتش ایران در سال 1455 شمسی چه شکلی خواهد بود. فرماندهی مبتنی بر هوش مصنوعی که در لحظه میتواند تصمیمات تاکتیکی بگیرد. جایگزینی بخشی از نیروی انسانی با ربات‌های زمینی و پهپادهای خودران. مراکز فرماندهی دیجیتال با واقعیت مجازی. تفنگ‌های لیزری با دقت بالا و بدون نیاز به مهمات سنتی. پهپادهای ریز برای عملیات جاسوسی. موشک‌های هوشمند با قابلیت تغییر مسیر در حین پرواز. استفاده از سلاح‌های EMP برای از کار انداختن تجهیزات دشمن. زیردریایی‌های بدون سرنشین برای عملیات طولانی مدت. جنگنده‌های نسل ششم با هوش مصنوعی مشترک بین خلبان و سیستم پرواز. ناوهای هوشمند که تمام سیستم‌هایش خودکار کنترل می‌شوند. واحدهای تخصصی برای هک و ضد هک ارتش‌های دشمن. سیستم‌های ضد پهپاد و ضد موشک مبتنی بر هوش مصنوعی. شبکه دفاعی مبتنی بر بلاکچین برای امنیت اطلاعات. ارتش ایران در 30 سال آینده نه فقط یک نیروی نظامی بلکه یک ابرسیستم فناورانه خواهد بود، اما همچنان مهمترین عامل پیروزی انسان و تصمیمات اوست، نه فقط ماشین ها. شما فکر میکنید 30 سال بعد ارتش ایران چطور خواهد بود؟ در بخش کامنت ها نظرتون رو بنویسید و برای سفرهای آینده نگر دیگر حتما کانال نئوپرشیا را سابسکرایب کنید.